جامعه خالی از اندیشه و سؤالگری فریب می‌خورد. نوشت: وقتی شما اثر باد، باران، آب، سیل و خاک را در دفن شهرها فهمیدی، علت مدفون بودن آثار تاریخی را هم می‌فهمی. نوشتم: وقتی ذهن انسان‌ها در اثر شستشوی مغزی آموزشی در مسیر دلخواه دروغگویان سیاسی و تاریخ ساز جامد بشود، جامعه همون گونه می‌بیند و می‌فهمد که دروغگویان صاحب قدرت و ثروت می‌خواهند، چون توانایی عقلی آن جامعه را نابود کردند. باید پرسید: مردمی که با آن سطح از توسعه دست یافته بوده اند که برای زنده ماندن و در امان ماندن از سیل‌ها در گذشته در کوه‌ها و غارها زندگی می‌کردند، چرا وقتی رشد کرده و به مرحله روستا و شهر نشینی رسیده اند نمی‌فهمند که فلان نقطه از زمینی که می‌خواهند در آنجا روستا، شهر، ساختمان، عبادتگاه یا کاخ بسازند دره و مسیل است و ساختمان آنها در زیر خروارها تنخاک و گلولای مدفون خواهد شد؟ آیا آن جوامع با آن همه تجربه، پیشرفت، دانش ساخت و ساز شهری، معماری و هنری نمی‌فهمیدند که اماکن مهم خودشان را نباید در عمیق‌ترین نقاط زمین بسازند تا باران و سیل، گلولای و اماکن مقدس و مجسمه‌های خدایانشان را دفن نکند؟ واقعا تحلیل و نگاه جالبی است. نمیگویم که احتمال چنین اتفاقی اصلاً وجود ندارد، بلکه ممکن است که 1/100,000,000 احتمالی مثل احتمال طوفان نوح هم وجود داشته باشد که همه یک منطقه را آب بگیرد و همه یک شهر را دفن بکند. ولی اینکه همه آثار تاریخی در مناطق دور از آبراه‌ها و مسیل‌ها و در چند متری زیر زمین دفن شده‌اند جای سوال است و به احتمال زیاد برنامه ریزی شده دیده می شود. یعنی چرا همه آثار تاریخی، کاخ‌ها، معابد، مجسمه‌های هنری، شهرها، روستاها و به خاطر چنین احتمال اندکی از بین رفته اند؟ آیا محل این شهرها، عبادتگاه‌ها، کاخ‌ها، روستاها و شهرها در مصب دریا قرار گرفته اند که باران، آب، سیل و در آنجا آرام شده و گلولای به تدریج بر روی همه انباشته بشوند و یک شهر با ارتفاع مثلا چند متر را دفن کرده و در طول زمان خاک و گلولای چند متر هم در بالاتر و بر روی آثار تاریخی انباشته بشوند؟ چند میلیون سال لازم است تا یک شهر با ارتفاع مثلا 6-7 متری در اثر هزاران سیل و به تدریج دفن بشوند؟ اگر این فرضیه درست هستند، پس چرا و احمقانه با طوفان محدود نوح مخالفت می‌کنند، اما در عمل نشان می‌دهند که در کره زمین هزاران طوفان نوح آمده و همه این آثار تاریخی در همه جای کره خاکی را در زیر چند متری خاک دفن کرده است؟ من تصور می‌کردم که انسان‌ها با تجربه آموخته بودند که نه تنها خانه‌ها بلکه اماکن مهم و مقدس را هم در محل‌های دور از گذرگاه‌ها سیل و در ارتفاعات بسازند تا خسارت نبینند. تصور می‌کردم که آن جوامع با تجربه یاد گرفته بودند که خانه‌ها، شهرها، معابد و کاخ‌هایشان را در ارتفاعات بسازند تا از آسیب در امان بمانند. اگر جوامع آنقدر توسعه شهرنشینی، سنگتراشی، هنری و فلزکاری داشتند که به ما نشان می‌دهند باید حداقل شاهان، فرمانروایان و معماران آنها این اصل اولیه شهرسازی را هم ادراک کرده بودند، نمیتوان باور کرد که آنها میتوانستند کاخهای بلند و زیبا و مجسمه‌های ظریف بسازند، اما از درک اینکه نباید شهر و اماکنشان را در مسیر رودخانه ها بسازند عاجز بودند. از طرف دیگر آیا در محلی که آثار تاریخی را از زیر هزاران تن خاک در می آورند نشانی از سیل، مسیل و آبرفتی که به ما در مدارس درس داده اند وجود دارد؟ چرا در گذشته جریان سیل در جاهایی وجود داشته که صدها بلکه هزاران سال است که سیلی از آنجا عبور نمی کند و خاکها را شسته با خود نمی برد، در حالی که وظیفه سیل کندن و بردن خاک مسیر و ظاهر کردن آنچه در دل خاک خفته بوده است، نه پوشاندن آنها.
آیا و معمولاً نباید با آمد و رفت باران و سیل به دریا اگر هم آثاری در زمین دفن شده باشند باید از دل خاک بیرون بیایند؟ چرا شاهان و معماران و کاخ و مجسمهایشان را در مسیر سیل و ویرانی می ساختند؟ آیا نباید این کارشان دلیلی منتج به فایده و سود داشته باشد؟ نتیجه: اگر چنین آثاری را دیدی که در عمق چند متری زمین دفن شده‌اند، باید بدانی که تعدادی حقه‌باز دغل‌کار سودجو بر قوه عقلانی شما مسلط شده‌اند. آن شارلاتان‌های حقه‌باز با سیاستمداران و دانشگاهیان دست به دست هم داده اند و چیزی را به شما می‌فروشند تا زندگی بهتری برای خودشان تهیه بکنند. آنها به جای دین فروشان خدافروشان قدیم به شما چیزهای جدیدی را می‌فروشند و فریبتان می‌دهند. در چنین وضعیتی بدانید که با جامعه دروغ و جعلی و با دروغگویان بسیار حرفه‌ای طرف هستید و جامعه خالی از اندیشمندان و سوال کنندگان شده است. در پایان با یک مثال به موضوع خاتمه می‌دهم. قاعده طبیعت بر این است که آب، باران و سیل از مناطق مرتفع جاری بشود، در مسیر خود نسبت به شتاب جریان خاک را سابیده با خود تا گودالی بزرگ که اکنون پر آب شده و به دریاچه و یا دریا معروف هستند بریزند. در حقیقت جریان رود و آب تا آنجا آرام نمیگیرند و گل و لای آنها در بین راه چندان هم ته‌نشین نمیشوند. سوال انتهایی این است که چرا روستاها، شهرها، آثار باستانی و در جاهایی از چند متری زیر سطح خاک بیرون آورده میشوند که امکان ته‌نشین شدن سیل در آن مناطق وجود ندارد؟ اگر همچنان احتمالی در گذشته‌های دور بوده است، چرا به غیر از ساختمان و مجسمه و فلزات مختلف اثری از موجودات آبزی در آنها پیدا نمی‌شود؟ با احترام، انصاف علی هدایت.